سلام ای دوستی خدا حاجی میرزا، از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من روشنی اندازید. گرفتن زن کلان از مرد روا است و گوید که تا چند سال کلان بودن زن از مرد روا است، فقط با نکاح حلالی. با احترام یکی از مخلصان 5 وقته نماز شما. اختیار به شما است. پیغمبر خدا 25 سال از خودشان کلان گرفتند، 15 سال. خودشان حبیب خدا 25 ساله بودن، حضرت خدیجه 40 ساله بود. 15 سال از خودشان کلان زن نکاح کرده گرفتند. این به طبیعت شما وابسته است. اگر 20 سال کلان هم که باشد، برای تو موافق باشد و فرزنددار باشد و آرزوی تو، مقصد تو برای نگاه کردن فرزند او باشد، یا این زن بیراهه نشود، گفته اگر نکاح کرده گیری، خوش به حال، درست است، صحیح است. در اسلام حد ندارد که تا چند ساله را گرفتن درست، تا چند ساله را گرفتن نادرست. تا چند ساله را که طبیعت تو میکشد، دست تو میرسد، مقصد تو نیک باشد، برای تو درست گرفتن بگیر.